روز در خیابان‌های دوشنبه گشت و گذار می‌کردم، چشمم به دکان گل فروش افتاد. خواستم گل بخرم با واسطه رخش تاکسی به مادرم ارسال نمایم. اما دیدم که در آنجا پسرکی با طعم خیره ایستاده بود. گفتم پسرک چرا اینقدر غمگین هستی؟ گفت میخواهم به مادرم گل هدیه کنم اما جیبم پول ندارم. تبسم کردم و گل خریده دادمش. گفتم پسرک مادرت کجاست؟ با اون طرف تیپه نشان داد و در آنجا قبرستان بود. گفت مادرم در آنجا خوابیده. دسته گل خریدم و دادمش. خود به ماشین سوار شده رو جانب دهات به نزد مادرم رفت. مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر، اما خبر نداشت.